اسلامی ایران منطقه های غصب شده اوکراین از جانب روسیه را به رسمیت نمیشناسد. چون این اظهارات شام 19 ینور سال 2023 از زبان وزیر کارهای خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان در مصاحبه‌اش با شبکه تلویزیونی TRT ورد صدا داد. ما استقلال و یکپارچگی کشورها را در چارچوب حقوق بین المللی به رسمیت شناختیم. به همین دلیل ما جدا شدن کریم از اوکراین را به رسمیت نشناختیم. ما اینچنین جدا شدن لوگانسک و دنیسک را از اوکراین به رسمیت نشناختیم. به دلیل اینکه بر اصول ثابت خودمان در سیاست خارجی تاکید داریم، گفت عبداللهیان. او اینچنین افزود که جمهوری اسلامی ایران موضعش از ابتدای این جنگ کاملا روشن است. ما موضوعگیری خود را در سطح عالی رهبریت کشورهایمان بررسی کردیم. ما مخالف جنگ هستیم و برای حل سیاسی تمرکز داریم و تلاش های زیاد بین مسکو و اوکراین چه در سطح وزارت کارهای خارجی و چه در سطح رئیس جمهور کشور هم داشتیم و امیدواریم که هرچه زودتر اوکراین به مرحله صلح برسد و جنگ در این کشور پایان بیابد. ما سیاست دوگانه نداریم، اما با اینکه ایران به سیاست دوگانه نداشتن خود در قبال بحران اوکراین اصرار می‌ورزد، هنوز ماه اکتبر سال 2022 خبرگزاری معتبر اسوسییتد پرس با تکیه به منابع خود نوشته بود که نظامیان ایرانی در نیم جزیره غصب شده کریم حضور دارند و به نظام‌های روس طرز استفاده طیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایرانی را می‌آموزند و همزمان به خاک اوکراین شلیک می‌کنند. نماینده پنتاگون جان کریبی نیز از حضور نظامیان ایران در کریم خبر داد و گفت که ایران یک مقدار نامعین از درون‌های نو شهید 131 و شهید 136 خود را به روسیه داده است و همزمان اینستروکتورهای نظامی خود را نیز فرستاده است. روسیه سر از ماه آگوست سال 2022 شهرهای اوکراین را زیر بحران حمله‌های درون‌های ایرانی قرار داده است که باعث تخریب زیرساختارهای آب و گاز و برق گردیده، همزمان سبب جان باختن مقدار زیاد اهالی آسایشته نیز گردیده است. لازم به یادآوری است که در اول جنگ جانب ایران قطعا رد میکرد و اصرار می‌ورزید که به روسیه هیچ گونه درون نداده است و روس‌ها نیز همیشه تاکید می‌کردند که با درون‌های ساخته خود به شهرهای اوکراین حمله می‌کنند. ولی وزیر کارهای خارجه ایران 5 نوامبر سال 2022 قائل آمد که به روس‌ها درون فروختند، ولی پیش از هجوم روسیه به خاک اوکراین. تا این دم یک نماینده وزارت مدافع روسیه بخبر از آن که در پخش مستقیم قرار دارد به مجری تلویزیون اربکا گفته بود که واقعا این درون‌ها ساخته ایرانی است، ولی حکومت ما این را پنهان می‌دارد. روسیه ماه فوریه سال 2022 به اوکراین حمله مسلحانه کرده قسمت دیگری از قلمرو آن را اشغال نمود و ماه اکتبر سال 2022 قسم‌های اشغال کرده دو ولایت دیگر اوکراین خرسون و زاپاروژه را نیز سرزمین خود اعلام کرد.